دوستین، مردی از تباررند بلوچ، نامی که هنوز هم در دل کوهها و بیابانهای بلوچستان با احترام یاد می شود. او مردی بود جنگجو، پرقدرت و با غیرت، مردی که هیچ کس در سراسر بلوچستان جرأت دشمنی کردن با او را نداشت. قد و هیکلش زبان زد خاص و عام بود، قامتی چنان بلندی داشت که وقتی سوار بر اسب میشد، پاهایش زمین را لمس میکرد. چهره‌ای داشت پرسلابت، نگاهی که از غیرت و شجاعت می‌درخشید و صدایی که هرگاه خشمگین می‌شد، لرزه بر اندام دشمن می‌انداخت. دوستین همیشه پشت خانواده اش بود، مردی که برای ناموس، حرمت و شرافت خاندانش از جان خود هم می‌گذشت. روزی از خانه پدرزنش دزدی کردند. پدرزن که از خوی و خشم دامادش آگاه بود، می‌ترسید خبر به گوش دوستین برسد، چون می‌دانست اگر او با خبر شود، دزد راه نجاتی نخواهد داشت. اما خبر از زبان همسرش به گوش دوستین رسید و در آن لحظه چشمانش چون شعله‌ای از خشم درخشید. بدون معطلی، تنها و بی هیچ ترسی، سوار بر اسب شد و به سوی محل دزد تاخت. دزد که از غیرت و قدرت دوستین با خبر بود، از ترس جان خود، 40 مرد را گرد خود جمع کرد تا شاید بتوانند او را شکست دهند. اما آنان نمی‌دانستند که دوستین تنها یک مرد نبود، او خود یک لشکر بود. در پای کوهی بلند، نبرد آغاز شد، یک مرد در برابر 40 نفر. صدای فریادها با تنین شمشیر در هم آمیخت. دوستین چون شیر زخمی بر آنان تاخت و یکی پس از دیگری را از پا درآورد. تا غروب آن روز از 40 مرد دشمن هیچ کس زنده نماند. از آن پس آن کوه که شاهد آن نبرد بود به کوه دوستین مشهور شد. تا امروز آن کوه یادگار شجاعت، غیرت و مردانگی مردی است که از خون رنگ بود و نامش با افتخار در دل بلوچ‌ها زنده مانده است.